سلام، وقتتون بخیر. یه ساید سامسونگ مشتری میگفتش که قسمت یخچالمون الان عدد 7 داره چشمک میده. قسمت یخچالمون یه صدای خیلی بلند، قرقره خیلی بلندی میکنه و اینکه خب وقتی در رو باز میکنن میبندن این صدا برطرف میشه و دوباره وقتی در بسته میشه این صداش راه میفته. ببینید این قطعه‌ایه که روی یخچال بسته میشه، یعنی تو قسمت یخچاله و اینجا یه دونه فن داریم که اگر برفک پر بشه به این پروانه داخلش گیر کنه صدا میده. اگر فنش خراب بشه کلکتوراش و اینا بازم به صدا میده. برای این دوستمون هم این پایش شکسته بود و فن افتاده بود و صدای خیلی بد بود که باعث شده گیرپاچ کرده بود و ما هم براشون هم فنش رو عوض کردیم هم پروانه شو. امیدواریم که دیگه به مشکل نخوره. این پایش هم درست کردیم براشون.